بچه لتیننت برار همو بچه ها را یک درونی گزان برار میگم همه را جزیر کدم براشم اسماعیلوف رفیق سردار وضعیت تینج همه آرام وقتا منخشه آزاد همه آرام ایاخی؟ بله ایشام چون سهر نظارت کردیم همه تینج آفرین السلام علیکم. و علیکم السلام. اکا میرسه چی بگم تا؟ نمی دور شدم باغ تازه میکنم نم جای مردک خوبه رگش نمیجیم با یک بار همراه میدیدین. وضعیت تینج ای گفتی کو؟ رفیق سردار آخه ایشام تو روز ما نظارت کردیم تینج بود. لگجه خوبه؟ اونا بالا در رفیق میرسه. کن رفتیم. بیا. اونا رفیق میرسه. اونا. چی گپایی؟ این نوی جای خوش یافته یا؟ یه رفیق سردار اوما همه را هر روزه این پارک سر میکنم این جای خوش دیگه جاده بود جاش حلیش کرده همه را مسئله شما خودتون جدی تر بینی مسئله همه کی را شو بچه بردن در کار خز ای بچه بخز شو بچه میریم بخز بوتسم رفیق کماندی اگر من خسته میتونستم خونه خودم میرفتم الو حضرت میام گفتم نبیام آخه میام چی تمام مایل خوب گودکان سلام بگو خانه تماشا سلام خوب مایلش میام خیر دلشو جان چی به خیلی همین زنگ زدن میگردم دلشو جان نبرکم میگم هوار نیوکر روز هوار خنک شده سای میگم تاجیکستان برم یگم بلیت ارزون بگیرم برم بگی اینم زلک زنگ زده بیا گفته دهم ده بلیت گرفتم میرم اکا دیدی چه خیلی تو دلشو جان یا برمون زنگ نمیزنی که اکا میری یا نمیری تمام اکا میری اینا رفتنی اخی تمام امور رسی خد مونده اینا میگیریم اکا کسی شهنازه بلیتوی ارزون باوری نو کاکا چه اینی میخی بگیریم اکا بگیرس که زکاس کو یا جدا یا جدا تمام اینا ما حاضی میگیریم اکا دوستان عزیز فهمیدید از خونه نبر آمده بر رقم های واتساپ اویاکس شهنازه زنگ زنید در 5 دقیقه بلیط های شما رو روان میکنن باوری نوک کجا میگردش ما بیمار؟ همیشه دیگه اسپارتیفکا کوفتم دکتر جان اینا اسپارتیفکا گوش کنین اونجا پالات خولیای من خودم کوفته برومدم سر دکتر مرا میدونی چی گفت چی میگه یا بیمارت که گم شد خودت هم گم شو اینا من برومدم شما که شب و روز همون اصل میگم من همینجا اومدم اونجا قپید شما این چی کاستومی ناو باید اسپارتیفکا کوفتم برای کامپیر کم داو شما پیش از همه به من گویید که همون داروهایی که من شما نوشتم شما همونهایی گرفتید خوردید یا نه همه تلخی کی خوردشم به حد تلخ بده گوش کنین من برای همین شما گفتم که شما آدمی که چی میگم همون عرق بسیار دوست میدارین همون وقتی که دارو رو میخورین تصور کنین که وای عرق آخه دارم همین خوش رو میگذارد ده بچه‌ام آخه نمیشه که من همون عرق بخورم و تصور کنم که دارو وای پالات 16 گرفتم